امروز اومدیم پارک خورشید مشهد و قرار راجع به یه موضوع مهم یعنی روح با هم صحبت بکنیم. حتما تا آخر ویدیو با هم همراه باش چون میخوام یک نکته طلایی بهت بگم. تا حالا فکر کردین که ما چی هستیم؟ اصلا همین الان میشه خودتون رو برام معرفی کنین؟ آره شما. بهم بگو تو چی هستی؟ فکر کنم الان خیلی ها اسم و فامیلشون رو بگن. یا ممکنه بگن ما انسان هستیم. آره؟ نظر شما هم همینه؟ و البته باید بگم که نظر من متفاوته. حالا میخوایم با هم بررسیش کنیم. اول بهم بگین که آیا شما معتقدین روح وجود داره یا نه؟ اگه میگین روح وجود داره الان کجاست؟ چه شکلیه؟ آیا من واقعی اون روحم یا اون جسم؟ اصلا این من که میگیم کیه واقعا؟ خب بیاین تصور کنین که من همون جسم. یه چند سالی میام تو دنیا، یه سری کارا میکنم، یه سری پیشرفت‌ها دارم یا حتی شکست‌ها. یه جایگاهی رو کسب میکنم و نهایتش به دلایل مختلف مثل بیماری، حوادث و یا کهولت از بین میره. خب بعدش چی میشه؟ مطمئنم که حداقل یه بار از خودتون این سوال رو پرسیدین و به نتیجه هم نرسید. حتی دیگه قضیه بهشت و جهنم رو هممون میدونیم. خب حالا جسم از بین رفته پس تکلیف چیه؟ کی قراره بره بهشت یا کی قراره بره جهنم؟ جسم که نابود شد. یه تئوری دیگه هم هست که میگه خب روز قیامت بدنها دوباره تشکیل میشن و اونجا از پل صراط عبور میکنن و الباقی قضایا. میدونم که این مسائل ممکنه خیلی چالشی باشن، اما برای درک و شناخت خودمون و به دنبال شناخت پروردگار باید ذهنمون رو به چالش بکشیم. کورکورانه دنبال کسی یا چیزی رفتن هیچ دردی رو از ما دوا نمیکنه. مگر نه اینکه گفتن 1 ساعت تفکر از 1000 سال عبادت برتره. قرار اینجا تفکر کنیم. قرار نیست هیچ کس و هیچ چیز رو زیر سوال ببریم. فقط تفکر. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدی و دوست داشتی لایکش کن. خب پس گفتیم که جسم دوباره تشکیل میشه و روح میاد توی بدن. درسته؟ همین رو به ما آموزش دادن دیگه. حالا یک سوال. وقتی روح از بدن جدا میشه آیا اگه ما بدن رو تکه تکه کنیم دردش میاد؟ اذیت میشه؟ مطمئنم جوابتون منفی است. خب اون روح تکلیفش چی میشه؟ شاید بگین میره تو عالم برزخ. میگن تو عالم برزخ هم روح عذاب میکشه. بر اساس اعمالی که انجام داده ترس و وحشت و عذاب میاد سراغش. خب حالا به همه حرفایی که زدم بازم فکر میکنین اصل کاری روحه یا جسم؟ یه مثال میزنم براتون. یه ماشین داریم که اسمش جسمه، یه راننده هم داریم اسمش روح. حالا یه تصادف میشه. خب حالا راننده مقصره یا ماشین؟ 100% راننده. حالا اگه ماشین داغون بشه و غیر قابل استفاده بشه راننده چی کار میکنه؟ میره یه ماشین دیگه سوار میشه. جریان ما و روح و جسم هم همین. ما در واقع روح هستیم و این جسم یه ماشینیه که ما برای مدت محدود ازش استفاده میکنیم تا نقشمون رو تو این دنیا اجرا کنیم. ما راننده‌هایی هستیم که باید خوب رانندگی کنیم، باید مراقب ماشینمون باشیم که خراب نشه و تصادف نکنه. و در نهایت این روح هست که در جریانات زندگی آسیب میبینه یا رشد میکنه و به کمال میرسه. روح از عالم ملکوت میاد و توی جسم قرار میگیره. خیلی از عرفا و اندیشمندان به این مسئله پرداختن. در واقع اگه قرار باشه ما فقط بدن باشیم پس اگه تو سلامت کامل جسمانی باشیم باید حالمون 100% خوب باشه. ولی خب همیشه اینجوریا نیست. گاهی خیلی سرحالیم، گاهی هم خیلی بی‌حال. دیدین خیلی وقتا آدمای سالم از نظر جسمی متاسفانه خودکشی میکنن؟ فکر کردین چرا؟ اگه ما فقط بدن باشیم که نباید همچین اتفاقی بیفته. برعکسش هم ممکنه. یعنی یک فرد ممکنه مشکلات متعدد جسمی داشته باشه
ولی در شادی و آرامش باشه. اصلا اگه قرار همه چی جسم باشه پس روح این وسط چه کار است؟ همه این حرفایی که زدم ثابت میکنه ما روح هستیم نه جسم. این من روح هستم که همه کارها رو انجام میدم و این بدن جسمانی وسیله کار من روح با یک سری ابزارها با این بدن جسمانی ارتباط میگیره و مشغول انجام دادن نقشش تو این دنیا میشه و پس از پایان گرفتن قسمتی از نقشش این بدن رو ترک میکنه. اگه تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردی الان انجامش بده و برای اون دوستی که فکر میکنی به دردش میخوره بفرست. خب میدونم که الان ذهنت رو به چالش کشیدم، شاید اینا رو تا به حال نشنیده بود. ازت میخوام راجع به حرفایی که زدم خوب فکر کنی و زیر و روشون کنی. هنوز یک دنیا حرف دارم باهات. هنوز جای قشنگ صحبتمون باقی مونده. در واقع در مسیر خودشناسی که منتهی به خداشناسی هم میشه انتهایی وجود نداره. همیشه باید بری. همیشه چیزای بیشتری واسه فهمیدن و درک کردن وجود داره و ما هنوز اول راه. مسیر برای من خیلی هیجان انگیز بوده و هست و تو هم میتونی امتحانش کنی. با ویدیوهای بعدی با من همراه باش تا پله پله بریم به سوی خدا. حالا وقتشه اون نکته طلایی که گفتم بهت بگم. ما نباید انتظار داشته باشیم از خدا که از روی دلسوزی حق و عدالتش رو زیر پا بذاره و ما رو به خواسته‌های خودمون برسونه. او قوانینی قدرتمند و ثابت در دنیا حاکم کرده که فقط با فهم این قوانین و حرکت در راستای اونها میتونیم به خواسته‌هامون برسیم. اگه ویدیوهای قبلی منو ندیدی حتما اونا رو نگاه کن. چون نکات مهمی توشون گفتن که برای طی مسیر به دردت میخوره. نظرتو تو کامنت ها برام بنویس و بگو دوست داری راجع به چه چیزی با هم صحبت بکنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه. در پناه خداوند.